نابغه بزرگ عصر 11. 1000 سال اگر ستارگان نورافشانی کنند در زیر عالم زیر قمر مثل خیام از مادر نزاید. میراث گرانبهای او از شرق تا به غرب بلند آواز است. It became the most famous book of poetry in the English language. Omar Khayyam is right to move in finger rights and having writ moves on. Nor all your piety nor wit shall lure it back to cancel half a line. خیام نه تنها با اشعار دلپذیر محبوب دل هاست، رازهای بزرگ علم نیز توسط او کشف گشتند. اولین نفری گردید که رابطه بین هندسه یعنی گیومتریا و الگبرا را معین نماید. To get an incredibly accurate measurement for the length of the tropical year. با گذشت 9 عصر هنوزم کلام نابغه تاجیک و فارس عمر خیام ماندگار است. مقصود ز جمله آفرینیش ماییم، در چشم خرد جوهر بینیش ماییم. این دایره جهان چو انگشتری است، به هیچ شک نقش نگینش ماییم. او چهره است که صحیفه های تاریخ را با اندیشه های فراگیر، کشفیات های نادر و بی‌نظیر در جهان علم رقم زده است. نام او برای خرد و کلان آشناست، مردی که با افکارش فرهنگ ها را به هم آورد. او تنها شاعر نبود، بلکه دانشمند بود بزرگ که میراثش عالم شرق و غرب را تسخیر کرده و عالمان و دانشمندان زیاد را وادار نموده است تا در پیرویش باشند و به عقیده هایی که عصرهای عصر پیش گفته بود ارج گذارند و او را بهترین نابغه تاجیک و فارس در همه دور بخوانند. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، معروف با نام عمر خیام. درود به همه‌تان جمع بیننده های تلویزیون سینما. این برنامه نابغه ها است و ما امروز اطراف چهره صحبت میکنیم که با گذشت 900 سال هنوزم داستان او زنده است. انیخترش نابغه معروف مشرق زمین تاجیک و فارس عمر خیام. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 1048 در شهر نیشاپور در خراسان به دنیا آمد. خراسان در آن وقت و زمانها مرکز مهم علم، معارف و فرهنگ برای دانش اندوزی بود. از آن زمانها چی تاریخی و چی حکمرانی های پشت سر گشتند، اما نام خیام با گذشت قرنها هنوز میان مردم تاجیک و فارس و کل بشریت زنده است. در ردیف ری و مرو سه شهر بزرگترین تمدن فارس تاجیک در خراسان به حساب می رفت. باید گفت که نیشاپور اصلا در زمان عمر خیام مرکزی نه تنها علم، مرکزی شعر، مرکزی مرکزی تمدن اصلی میانه به حساب می رفت. در 10 سالگی قرآن مجید رو ختم میکند. پدرش که خیمه‌دوز بود تخلصی انوین خیام از پدرش گرفته است. او از خردی شیفته علم بود و در سن 8 سالگی با میل زیاد به آموزش متماتیک، نجوم و فلسفه مشغول شد و همه سعی و تلاش خیش را در یادگیری و از خود کردن دانش‌های زمان روانه کرده بود. هنگام 12 سال داشتن عمر خیام شامل مدرسه نیشاپور گردید. معروف شوی دانشمندان دو گونه به وجود میاد، یکی ذاتی یعنی نبوغی، دیگر از روی مهنت. و پوشیده نیست که اگر آدم نبوغش با استعداد تولد شده و مهنت نکند آساسا نبوغ کاسته میگشد، لیکن
اون باقی میماند و رشد نمیکند و آدمی که مهنت میکرد به درجه بالا میرسد. عمر خیام واقعا نابغه بود. نابغه از روز کودکیش ذهن خوب داشت و هرچی خوب از خود میکرد، حافظه قوی داشت و خصوصا در ریاضیات بسیار برجسته بود و علاوه بر این کار هم میکرد. سال 1426 خورشیدی از شرق ترکان سلجوقی به نیشاپور حمله آوردند و آن را پایتخت خودشان قرار دادند. قدرت که به ملکشاه سلجوقی رسید، او و وزیرش نظام الملک مدرسه را در سراسر قلمرو خود تأسیس کردند. در این مدرسه که با نام نظام الملک نظامیه مشهور بود، ذهن جوانان مثل خیام نزد استادان بهترین زمان پرورش می‌یافت. بعد چند تحصیل خود را در بلخ ادامه داد و در سال 1449 خورشیدی خیام به سمرقند، یکی از شهرهای قدیمی آسیای میانه آمد. محض در اینجا او در برابر متماتیک، فلسفه و نجوم نازکی‌های طب را از خود کرد و عنوان حکیم را صاحب شد. اما همچون طبیب فعالیت کردن او را نه آنقدر پسند بود. خیام هنوز در مدرسه تحصیل میکرد که به دستاورد بزرگ علمی در ساحه متماتیک نائل شد و نام خود را تا امروز در علم جاودانی ماند. دستاورد اصلی عمر خیام تصنیفات کردن معادله های کوادراتی و کوبی و اثبات کردن پستولت پنجمی یوکلید که در انکشاف انتلکتوالی انسانیت بی‌نظیرترین دستاورد است. مهمتر از این حل کردن معادله بینامی که امروز در علم با نام نیوتن، با نام خیام نیوتن، یعنی اول خیام زمینه گذاشت و بعدا نیوتن حل کرد که امروز آمده میرسد به معادله های انتگرالی و دیفرانسیالی. در همه جا همین فرمول با نام بینام نیوتن میخوانند، اما در خود انگلیس بینام نیوتن خیام میگن. بینام نیوتن خیام، انگلیس‌ها بینام نیوتن خیام میگن. ما میراثخواران خیام بینام نیوتن میگیم. و یک انگلیسی هم به من گفت که شما باید بینام خیام نیوتن گویید، نه نیوتن خیام. ما که خیام قبل از نیوتن. البته نیوتن پیش رفت، خیلی بسیار از آگه بینام در جای دیگرش هم دید، اما اساسش رو همین خیام گذاشته بود و اون آگاهی داشت از این. دنیای عصر میانگی اروپا با پررگی از کشفیات‌های نیاگان ما آگاهی داشتند. در بخش هندسه باشد، وابستگی و استفاده قیمت‌های بزرگی‌های متماتیکی در حل کنج‌ها و شکل‌های گیومتری معین کرده بود. عمر خیام با دانش و بینش فوق‌العاده خویش هنوز در سن 25 سالگی، یعنی ایام جوانی، عنوان عالمی را در شهر سمرقند با کشفیات بی‌نظیرش در علم الجبر یعنی متماتیک صاحب گشته است. خیام هیچ دانشمندی را جز ابن سینا قبول نداشت. او حتی در رساله هایش ابن سینا را با عنوان معلم خود یاد کرده است. حتی یکی از رساله های ابن سینا را در باب توحید را به زبان فارسی ترجمه کرده است. در آخرهای عمرش نیز کتاب الشفای ابن سینا را می‌خوانده است. ملکشاه سلجوقی که حاکم آن وقتینه محسوب می‌یافت، به عمر خیام احترامی خاص داشت. او عمر خیام را به شهر اصفهان ایران دعوت کرد و برایش 10,000 سکه طلا مقرر کرده بود و در سال 467 هجری از خیام و دیگر دانشمندان خواست تا تقویم را اصلاح کنند.
ملکشاه رصدخانه در اصفهان تأسیس داد و در آنجا خیام با جمعی از ستاره شناسان حرکت جرم‌های آسمانی را با مدت 8 سال با دقت زیر نظر داشتند. محض در همانجا تقویمی که خیام 900 سال پیش تدوین کرد دقیق ترین تقویمی است که تاکنون نوشته شده است. تقویم خیامی حالا با نام او تقویم جلالی خوانده می شود، زیرا جلال الدین لقب ملکشاه بود. باید یادآور شویم بیننده های عزیز که این تقویم تا به امروز بی‌نظیرترین کار انسانیت در گاه شماری است. او فقط شاعر ریاضیدان نبود. عمده‌ترین اهمیت خیام در زمان او ستاره شناسیش بود. هنوز هم تقویمی که خیام 900 سال پیش تدوین کرد دقیق ترین تقویمی است که تاکنون نوشته شده است. تقویم کلندر رو ساخت که از تقویم امروزه گریگوریانی میگویم. تقویم امروزه که تمام بیشتر کشورهای جهان از آن استفاده میکنند تقویم گریگوریانی است که این رو در سال 1582 قبول کردند در اروپا. اگر در تقویم گریگوریانی در 3333 سال 99 سال 99 شبانه روز اشتباه شود، همین در تقویم ساخته خیام در 5000 سال با چنین اشتباهات میرسد. اینه ببینید که صحیحیت تقویم خیام چقدر بزرگ است از صحیحیت تقویم امروزه‌ای که عالمیان استفاده میکنند. ملکشاه رصدخانه در اصفهان تأسیس داد که خیام و گروهی از ستاره شناسان در آنجا به مدت 8 سال حرکت جرم‌های آسمان را با دقت زیر نظر داشتند. برای محاسبه طول سال عمر خیام و گروهش هر شب حرکت ستاره ها را بررسی کردند. فاصله اغلب ستاره ها از همدیگر نسبتاً ثابت میماند، اما نسبتاً حرکت سیاره ها، ماه و خورشید هر روز تغییر می‌یابد. حرکت آفتاب نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت می‌کند که آن را دایره البروج می‌گویند. این مدار در مدت 1 سال کامل می‌شود. ستاره شناسان در دنبال کردن تغییر حرکت آفتاب برخی ستاره ها را مبدأ قرار می‌دهند، بخصوص 12 گروه ستاره ها را که در مسیر این مدار قرار دارند و ظاهراً شکل خاص خود را دارند. با این ستاره ها نام دادند و آنها را صور فلکی خواندند. در طول سالها ستاره شناسان مسیر حرکت آفتاب را زیر نظر گرفتند و زمان حرکت آن را از یک صور فلکی به دیگری چین کردند. به همین ترتیب 12 ماه سال معین شد. با این مشاهده دقیق و تحلیل ریاضی خیام توانست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید بر مدار کروی را حل و فصل نماید. 1 سال. با همین ترتیب نوروز بین 2 برج حوت و حمل قرار می‌گیرد. ایوازشوی سال و ایوازشوی سال روزش انتخاب کردن، نوروز گفتن و این نوشته است یک رساله نوروزنامه که هم از تاریخ نوروز اونجا اخبار است، هم از جهت علمی. سرحدهای چی افقی از زمین و چی کیهانی برج‌ها را از همدیگر جدا نماید و همین معین کنی سرحدهای بین برج‌ها و خیام یکی از دستاوردها شد که ابتدای سال را دقیقاً صحیحاً معین کند و همین نقطه اعتدال بهاری است. در واقع این تقویم جدید از تقویم مسیحی که 500 سال بعد در اروپا درست شد و هنوزم از آن استفاده می شود دقیق تر است. اما عمر خیام چگونه می توانست محاسبه این قدر دقیق انجام بدهد؟ در روزی دایره، دلخواه دایره به قطر به دیامتر تقسیم کنید 314 و غیره میبرد. خب دایره کیهان باشد، خود دایره مثلا معین، البته یک عدد دائمی میبرد. این تقویم انمی خیلی است که حرکت پر دوری است، دوری
و اون دور تقسیم کردن البته ادامه دار است و او ادامهش تا درجه آخرش از همه دقیقتر عمر خیام حساب کرده بود. استرلاب تا جای حرکت می کند که نورهای آفتاب از دو سوراخ آن بگذرد. به این ترتیب می توان زاویه بالا رفتنی خورشید را دید. کشف تقویم جلالی با نام جلال الدین ملکشاه سلجوقی نامگذاری شده است. برای خیام جایگاه خاصه را میان منجمان جهانی اشغال می نماید. ملکشاه هر سال برای عمر خیام 10,000 دینار از خزینه شاه تعیین کرده بود. خاقان شیروانی می نوشتد که روز عمر خیام از شهر کاشان می گذشت و نزد میر کاشان رفت، گفت که از 10,000 دیناری که شاه به من هر سال تعیین میکرد 1000 دینار باقی مونده است و می خواهم که از خزینه شهر کاشان به دست آورم. و میر شهر کاشان گفت وا عجبا کی بود خیام که شاه اون شاهنشاه میگن شاه بزرگ هر سال به تو 10,000 تعیین میکند و 1000ش به من باز از من میستانی. عمر خیام جواب داد وا عجبا کی بود خیام اگر 1000 سال دیگر در زیر قمر یعنی روی زمین ستاره ها نورافشانی کنند و ماه درخشانی کند مثل عمر خیام از این آسیابک نزاید و مثل شما از هر ده شهر کاشان میتوانم پیدا کرد که کار شما را پیش برد. این ماجرای میر کاشان و عمر خیام به گوش ملکشاه میرسد و ملکشاه میگوید قسم به خدا که خیام حق گفت، خیام حق است و درست گفت و همون از مبلغی که درخواست کرده بود از میر کاشان ستانده می شود. در عصر 16 مردم غرب نیز از تقویم خیام کار می گرفتند. برابر این در غرب شهرت خیام توسط رباعیاتش به اندازه گشته است. مردی که جهان غرب را با اشعار عمر خیام آشنا کرد ادوارد فیتزجرالد بود، ادیب معروف انگلیس که در قرن 19 زندگی به سر برده است. فیتزجرالد رباعیات را ترجمه نمود و آنها را خودش نشر کرد. فیتزجرالد از یک خانواده بسیار ثروتمند انگلیسی ایرلندی بود. گفته میشد که والدانش از داراترین های بریتانیای کبیر محسوب می‌شدند. زندگی بسیار آرامی داشت. به دانشگاه کمبریج رفت اما هیچ وقت کار نکرد. هیچ شغلی نداشت. از آدم‌هایی بود که در دوران ویکتوریایی آنها را مجرد می‌گفتند. احساسی ترین قسمت زندگیش دوستی هایش می باشند که تقریبا همیشه با مردم بود. او در سن 40 سالگی بالا با یک زبانشناس با نام ادوارد کاول که هنوز 16-19 سال داشت دوست شد. چند ماه بعد از رفتن کاول به هندوستان فیتزجرالد ازدواج کوتاه و فاجعه باری داشت. ترجمه رباعیات مربوط به همین دوره است که فیتزجرالد از دو بابت پریشان بود. از یک طرف دوری از ادوارد کاول و از طرف دیگر از ازدواج ناموفقش. Этот мир красотой Хайяма пленил, ароматом и цветом своим опьянил. Но источник живою водою иссякнет, как бы ты бережливо его ни хранил. این کتاب‌ها در فروش بودند. کسی حتی یک دانه از آنها را نمی‌خرید. او کتاب‌ها را اندازه‌شان را کوتاه کرد. باز کسی نخرید. با یک صحیفه ترتیب داد ولی باز هم کسی نمی‌خرید. کم ارزش‌ترین کتاب بودند و آنها در بیرون مغازه جای شده بودند. باز هم کسی نخرید. البته برای من عجیب است. کسی این درک را نداشت که شعرها را بخواند و بفهمد که چه اشعار خوبی هستند. اما برایم باز هم عجیب است که وقتی کسی به این شعرها اهمیت نمیداد یک نفر ارزش آنها را پی برد. مرد با نام وایکلی استاکس بیرون مغازه نگاهی به کتاب‌ها انداخت. یک جلد رباعیات عمر خیام را خواند و گفت خدای من آخر این بی‌نظیرترین کتاب است. داخل مغازه رفت و چند جلد این کتاب را خرید و به دوستانش فرستاد. این شروع کار بود. شروع یک انفجار بود.
ترجمه 5000 رباعیات عمر خیام با سرعت معروف شد و عمر خیام را وارد فرهنگ مردمی غرب کرد. با این تاثیر در شهرهای مختلف دنیا انجمنهای عمر خیام تشکیل شد. در بریتانیای کبیر تا حال این انجمن فعال می باشد. چه به اتفاق دیدار کنید باید ز دوست یاد بسیار کنید، چون باده خوشگوار نوشید به هم، نوبت که به ما رسد نگونسار کنید. فیتزجرالد وقتی ترجمه کرد و از اون به فرانسوی ترجمه، به آلمانی ترجمه شد و جهان اروپا آموخت و از اون به روسی ترجمه شد، جهان روسی زبان آموختند و چندین مراتبه، چند صد، من فراموش کردم، چند صد، بیش از 300 مراتبه ترجمه شده است رباعیات خیام به زبان‌های گوناگون. اما ببینید که بیش از 300 مراتبه ترجمه شدن رباعی کجا و 5 نه 6 مراتبه ترجمه شدن اثرهای ریاضی و فیزیکی و استرونومی در کجاست. البته خیام همچون شاعر معروفتر است و هر کس که رباعی‌هاش به او جالب می‌آید و به آموختن ایجاد خیام دست میزند، میداند که خیام اصلا عالم بوده است، عالم، و در وقتهای خالی شعر ایجاد میکرده است. در یک جا من خواندم که همون کشتی تیتانیک تاریخی که در قعر بحر او را کشیده میگیرند، در یک جامدان اشعار خیام، عمر خیام دریافت میکنند که اینم البته افتخار من همین مردم فارس تاجیک است. ترجمه رباعیات خیام توسط فیتزجرالد در غرب فرهنگ تازه نقاشی را به میان آورد که پیشرفت هنر نقاشی در غرب هم از خیام وابستگی کلان دارد. رباعیات خیام در امریکا هم محبوبیت خاصی را پیدا کرد. تا به حال در دانشگاه تگزاس نسخه های رباعیات خیام دیده می شود. تا بتوانی غم جهان هیچ مسنج، بر دل منه از آمده و نامده رنج، خوش می خرومی باش در این دیر سپنج، با خود نبری جوی اگر داری گنج. ادوارد فیتزجرالد شاعر محبوب انگلیس ها با ترجمه نمودن رباعیات شورانگیز عمر خیام در عصر 19 تبادلات بزرگ علمی را نه تنها میان مردم بریتانیایی به میان آورد. او بیشتر مملکت های غرب را مفتون خیام و آثار عالمگیرش نمود که اکثریت دانشمندان را تکان داد تا هرچی بیشتر با خیام آشنایی داشته باشند. در بریتانیای کبیر، امریکا و باز چندین دولت‌های پیشرفته غرب خیام را به حیث یک دانشمند سطحی جهانی پذیرفتند. خیلی از چهره‌های معروف شیفته خیام بودند. مثلا نویسنده شهرتیار امریکایی مارک توین یکی از رباعیات عمر خیام را با خود داشته است. من بنده آسیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و صفای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، این بی بود لطف و عطای تو کجاست؟ همین رباعی بوده است. در رمان معروف نویسنده امریکایی جک لندن گرگ دریایی، خیام یکی از خاراکترهای اساسی گفتگوی دو نفر می باشد. بعد از شکسپیر، چارلز دیکنز و والت ویتمن، خیام صاحب بیشتری ضرب المثل به زبان انگلیسی است. مارتین لوتر کینگ شبها پیش از خواب اول عمر خیام را می‌خوانده است. خلاصه این نابغه تاجیک و فارس با میراثش تمام دولت‌های شرق و غرب را تسخیر کرده است و امروز او را جهانیان به حیث یک نابغه علم و عالم شعر و شاعری می‌شناسند.
میراث گرانبهای خیام نابغه تاجیک و فارس به شعر و ریاضیات و نجوم محدود نیست. موسیقیدانان و سراینده ها هم از او و آثار پرمعنایش الهام گرفتند. ای در راهی نیاز هر دل را دریاب، در کوی حضور مقبل را دریاب. ای صد کعبه و آب و گیل به یک دل نرسید، هی ای تو کعبه چی می روی دل را دریاب. سری سبزه گریست، ای به باده ارغوان نمی باید زیست. ای این سبزه که امروز تماشاگاه ماسته، این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، ای تو سبزه خاکی ما تماشاگاه کیست؟ شعر خیام و اندیشه او برای هزاران هزار نفران دلچسب و ناتکرارند. با اشعار عمر خیام عنقریب نصف مردم سیاره آشنایی دارند و او را از فیلسوفان پیشگام و شاعری محبوب در همه دور و زمان پذیرفتند. یا میگوید آنها که محیط فضل و آداب شدند، در کشف علوم جمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه و در خواب شدند. در یک روایش میگوید معلومم شد که هیچ معلوم 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. از اینجا خلاصه میاد که بعد در 72 سالگیش این روایت گفته است. این چی معنی دارد؟ معلومم شد که هیچ معلوم نشد. البته اگر شما تصور کنید که دایره دانش انسان یک دایره معین، دانش دنیا، دانش زمان، دانش جهان یک دایره معین است و رادیوس این دایره دانش انسان است. دانش هر یک انسان رادیوس دایره است. اگر رادیوس زیاد شود دایره وسیع میشه، دایره کلان میشه و کسی که رادیوسش زیادتر میشد معلوم میشد که باز دانش زیادتر است. چقدر رادیوس زیاد شود همینقدر دایره بزرگ میشد. آنهایی که رادیوس کم دارن فکر میکنن کم چه میدونن کمتر مونده است و اونایی که رادیوس دانششون زیاد شد میدونن که در دنیا بسیار چیز است که هنوز نامکشوف. از این میگوید معلومم شد که هیچ معلوم نشد، یعنی بسیار دانش است. این از زمان سقراط حتی بیرونی هم اشاره کرده بود، اما این مشخصا در روایات چنین بیان کرده است و معناش همین که چقدر آدم زیاد داند پس میدوند که نمیدونسته است. مثلا در جای میگوید که میلم به شراب ناب باشد دایم، گوشم به نی و رباب باشد دایم، گر خاک مرا کوزگران کوزه کنند این کوزه پر از شراب باشد دایم. یعنی این هم زندگی دوستی است که یک نوع انسان مهر به موسیقی دارد و واقعا موسیقی یا نواختن اسباب‌های موسیقی این نشانه زندگی دوستی و حیات دوستی انسان است و واقعا هم انسان با موسیقی زنده است و موسیقی است که به انسان خب یک تراوت زندگی میبخشد. دانی که سپیددم خروسی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری، یعنی که نموده اند در آینه سو که از عمر شبی گذشت تو بیخبری. مثلا بینید که فریاد خروس این معنی را دارد که از عمر تو شبی گذشت است تو بیخبری.
و فریاد کردن خروس هم بینید در دهات یا قشلاق‌ها مردم از امو فریاد خروس سحر از صبح بیدار می شوند. Сосуд сострадания мы, средоточие высшего знания мы, изречение на этом божественном перстне, на бесценном кольце мироздания мы. اندیشه‌های جهان شمول نابغه بزرگ تاجیک را کشورهای زیاد قبول کردند و از میراث گرانبهایش بهره میبرند. اون حقیقت فلسفی که ما بزرگ هستیم نه تنها به خاطر اینکه در کتف بزرگان ایستادیم، این ادامه هم خیلی است. اگر خیام نمی بود نیوتن هم نبود، نیوتن نمی بود اینشتین هم نبود. این اگر از این لحاظ اینشتین در کتف نیوتن باشه، نیوتن در کتف خیام حتما در کتف خیام است، محض در کتف خیام است. برای که در کشفیاتش بسیار هم در ریاضیات هم در ستاره شناسی بسیار میدانست و استفاده کرده بود. من فکر میکنم که کشفیات علم‌های طبیعت شناسی و ریاضی در همه دور زمان یک جوهر اساسی خود علم به حساب می‌رود. بیشتری دولت‌های جهان از روزگار عبرت‌آموز او فیلم هم گرفتند. در سرزمین ما که میراثبران عمر خیام هستیم، چندین کارهای علمی در شناختی او انجام شده، مونوسپکتاکل گفتگو با خود در جلوی هنر محمود جان واحدوف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان تهیه گشته است. دوری که در او آمدن و رفتن ماست، آن را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس هیچ نگفتن زمانی راست، کن آمدن از کجا و رفتن به کجاست. اینچنین همه ساله نشست‌های علمی و محفل‌های خیام خانی برگزار می‌گردد که در شناخت خیام و نقش او در جهان علم برای نسل جوان امروز مساعدت می‌نماید. اگر هر سال در هر کشوری که با خیام یک انجمن مخصوص داری می‌گردد و آموزند، هنوزم جبهه‌های کشف نشری عمر خیام زیاد است. چون امروز زمان استقلالیت است، ما آزادی کامل داریم و توانسته باشیم که همان گذشتگان خود را، همان دستاوردهای علمی که آنها داشتند، ما اکنون باید از نو احیا کنیم و به عالمیان پیشنهاد کنیم که ما نه امروز نه دیروز بلکه از قدیم الایام نیز یک خلق تمدن آفر بودیم و دارای چنین تمدن و چنین فرهنگ بودیم. امروز مجسمه عمر خیام را در بسیار از کشورهای جهانی دیده می توانیم که این البته به خاطر بزرگی و سهم نمایان عمر خیام در جهان علم می باشد. به یقین عمر خیام بزرگترین نابغه تاجیک و فارس بود و می باید با نام او و میراثش که سیرخواننده ترین در عالم است افتخار کرد. فریاد زیدستی فلکی جام کبود، یارانی مرا یگان یگان آمده بود. یگر قاعده فلک همین خواهد بود، یک روز دیگر یک روز دیگر نوبت ما خواهد شد. عمر خیام در یاد دادن معلوماتش خصیص بوده است. شاگردانی کمی داشت. هیچ وقت کتابی ننوشت و 13 رساله‌ای که از او باقی مانده است همه اش یادداشت‌های پراکنده اش میباشند. یکی از شاگردان با استعداد خیام، عین الخزات همدانی، عارف و قاضی جوانی بود که او را به خاطر نوآوری‌هایش در علم فلسفه کشتند. عقیده‌های وجود دارند که محض خیام
رباعیات ناامیدانه خویش را در فراق شاگردش نوشته است. هیچ وقت ازدواج نکرد و فرزندی هم نداشت. با اندیشه قدی بلند و دارای سری بزرگ بوده است. خاطره بسیار قوی داشته است. وقتی کتاب را در اصفهان 7 مراتبه خواند و به شهر نیشاپور رسید، آن کتاب را پره روی کاغذ آورد. وقتی آن را با نسخه اصل مقایسه کردند، همگان در حیرت ماندند، زیرا قریب فرقیتی دیده نمیشد. خیام 4 دکبر سال 1131 جهان علم را با آثار ناتکرارش تنها گذاشت. جایی که خیام دفن شده است باغ شخصی خودش می باشد. البته این باغ را نظام الملک در وقتش با او هدیه داده بود. در عوض آن خیام به فرزندان نظام الملک درس علم میداد. امروز ما اطراف یکی از نابغه های معروف مشرق زمین تاجیک و فارس، عمر خیام گفتیم. در پیش باز چندین نابغه هایی هستند که دانستن از رازهای زندگی و کشفیات بی‌نظیرشان در جهان علم برایتان شوق آور خواهد بود. دلیر حسن زاده بودم با جمع همکارانمان در برنامه نابغه ها. تا دیداری نو، خیر.